مراسم خاکسپاری عجیب و غیر قابل باور خانم نغمه در کشور امریکا. نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان در کشور امریکا زندگی می کند. مراسم خاکسپاری نغمه در کجا و چگونه برگزار شد؟ آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است؟ گفتنی های تازه اعضای خانواده‌اش در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند محبوب، ستاره ماندگار، یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان پیش برد. این هنرمند خوب کشور در سن 7 سالگی از ولایت کندهار به کابل کوچید و در ولایت زیبای کابل بزرگ شد. تحصیلات دوره لیسه را در مکتب الفت به اتمام رسانید. نغمه هنرمند خوب کشور است که تاکنون کارهای موسیقیش در میان مردم افغانستان ماندگار بوده است. این همه در حالی است که بانو نغمه دوباره ازدواج کرده است. هر دو ازدواجش ناموفق بوده است. نغمه دارای 5 فرزند است. مدت دیری می شود دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است و کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرده است. این همه در حالی است که بانو نغمه هنرمند بی‌بدیل کشور تصاویرش در صفحات مجازی درج کرده است که وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که آیا با واقعیت نغمه هنرمند محبوب کشور وفات کرده است و یا هم خیر. بله، ما آرزو داریم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.